دو جهان، حضرت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چیزهای را به زبان می آورند. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. این سوره در چه زمانی نزول کرد و از فوق آسمان ها برای دلتسلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. ارتباط به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث قدسی است، لفظش موضوعی اما معنایش صحیح. میگه لولاک لما خلقت الافلاک. ای پیامبر اگر تو را پیدا نمی کردم افلاک را پیدا نمی کردم. ای پیامبر اگر تو را پیدا نمی کردم خدایی خود را آشکارا نمی کردم. رحمت للعالمین شخصیت خوردی نیست. خداوند میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. همان خدا و ملائکه خدا بر پیامبر درود میفرستند. محمد رسول الله کسی نیست. محمد رسول الله شخصیت است که به غزوه بدر زمانی که دستان خود را بلند کرد گفت یا الله اگر این لشکر کوچک شکست بخورد دیگر فتح و نصرت و پیروزی از آن مسلمین نخواهد شد. یا الله اگر این لشکر شکست بخورد دیگر در روح زمین پرستش نمیشوی. رسول الله شخصیتی بود که به یک آن واحد 5000 ملائکه به خدمت رسول الله آمد. 3000 ملائکه با شمشیرهایی که از غلاف بیرون بود به خدمت رسول الله آمدن. یا رسول الله ما به خدمت تو هستیم. برای همه دشمنان اسلام باید ما این را بفهمانیم که آی دشمنان اسلام متوجه باشید زمین و ایران باد و سرنگون باد آسمان پیر. زمین و ایران باد و سرنگون باد آسمان پیر. اگر بینیم روزی در جهان نام محمد نیست زندگی بدون محمد نمیخواهیم. امروز دنیای غرب نمیتوانم این را بگویم. برادران عزیز این کاریکاتوری که بر رسول الله کشیده شده امروز امت اسلام را ضعیف دیدن. برادران عزیز و بزرگوار سبحان الله خدایا پروردگارا اینها کیاین که عشق میریزن؟ همه عاشقان حبیب توین. همه اینها با رسول الله عاشقن. این عکسی که میبینیم
عشق و علاقه شما نسبت به رحمت للعالمین سردار دو عالم منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز، فردا همه متوجه باشیم. فردا باید همه ما برای شما، اما شاید خود شما چیزی دانسته باشید، عکس خوکی را رسم کردن. برادران عزیز و بزرگوار، من مطمئنم اگر این شور و عشق و علاقه شما را اون دنمارک و دنمارکیان ببینن، هیچ وقت برای خود اجازه نمیدهن که به ساحات مقدس اسلام، به ساحات منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اونها زبان درازی بکنم. فقط این را که میبینید فردا به خاطر خدا و به خاطر رسول خدا باید همه بیرون شویم. به خاطر چی؟ امروز تا به چی سرحد کشانده شده؟ من این را میگویم برادران عزیز، عکس خوکی در دانمارک انداختن و بعد رویش نوشته کردن، و بعد روی خوک نوشته کردن محمدی که رحمت للعالمین است، محمدی که خدا تمام دنیا به خاطرش پیدا کرد. زیر پای خوک قرآن عظیم و شن، کلام خدا، کلامی که از جانب خدا آمد. سروران عزیز و بزرگوار، دیگر صحبت نمی شود. عشق قوم الفاسقین، خداوند هیچ وقت اونها را هدایت نمی کند. عذاب علیم خدا، عذاب عظیم الهی و عذاب مهین خداوندی
منتظر آنان است که بر ساحات مقدس منجی عالم بشریت زبان درازی کردند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم. ای کسانی که ایمان آورده اید متوجه باشید، آگاه باشید، هوشیار باشید. یهود و نصارا دوست نمیشوند، دشمن هیچ وقت دوست نمیشوند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگیز یهود و نصارا دوست نمیشوند مگر که اونها را پیروی بکنی. این عشق با رسول الله است. این توهین هر وقت امت اسلام شنیدن